السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا و صفت است به الله سبحانه و تعالی به مشکلی که به جلال و عظمت شایسته هست و احسان نمود بالای ما و شما که باز هم فرصت عمر بر ما داد و توفیق هدایت که در درسی از درسای توحید بشینیم و با هم نام های الله سبحانه و تعالی را یاد بگیریم و هر قدر انسان الله را بشناسه به مو اندازه محبتش به الله زیاد میشه، به مو اندازه اطاعتش به الله زیاد میشه و علاقمند از این می باشه که عبادت الله را بیشتر بکنه. نوبت میرسه به نامهایی که صفات جمال و زیبایی الله سبحانه و تعالی را در نیکی کردن، در دوستی، در محبت، در احسان بیان میکنه. یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی البر سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی خود به این صفت بر یا نیکی یاد کرده که انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. یقینا که الله سبحانه و تعالی بسیار نیک هست و دارای لطف و مهربانی هست. امام طبری رحمه الله میگه که معنای انه هو البر به معنای ای که یعنی اللطیف و به عباده به بنده های خود بسیار با لطف هست، دارای صفت نیکی و مهربانی هست و لطف الله سبحانه و تعالی. شیخ سمعانی رحمه الله میگه که والبر هو البار اللطیف بعباده و لطفه بعباده. میگه لطف الله به بنده هایش چی است؟ و انعامه علیهم مع عظم جرمهم و ذنبهم. ذات نیکوکار هست، به بنده هایش نیکی میکنه و لطف میکنه. بر از اونا لطفش یعنی انعام الله هست که بر بنده های خود نعمت میته، با وجود از که این بنده ها بسیار جرم های بزرگ و گناه های زیادی کردن، لکن با وجود از این همچون الله ذاتی هست که از صفاتش البر هست، یعنی بسیار با لطف و بسیار با نیکی هست. علامه ابن اثیر رحمه الله میگه و هو العطوف علی عباده ببره و لطفه. میگه بسیار عطف کننده و مهربانی کننده هست بر بنده هایش با صفت نیکی و لطفش. و البر همچنان ذاتی که نعمتهای مختلف بر انسان میته و این احسانش هم عام است و خاص هم است. با احسان عام نعمتهای ظاهری و باطنی را بر تمام بنده هایش میته و با احسان خاصش رحمت و احسان خود بر بنده های با تقوایش میکنه. نیکی عامش که برای تمام مخلوقات احسان میکنه، نعمتهای مختلف میته، ولی نعمتهای خاصش، احسان خاصش برای بنده های مؤمن و با تقوایش است. و ذات با عظمت هست که نیکی و احسان دوست داره. از نامهای الله سبحانه و تعالی یکی هم نام الودود الله سبحانه و تعالی هست. الودود یعنی ذات با عظمتی که دارای صفت محبت و دوستی هست و با محبتش عبادتش میشه. بنده های خود دوست داره و بنده هایش هم او را دوست دارن. و هو الغفور الودود. الودود یعنی بسیار دوست دارنده و ذاتی که بسیار بنده های مؤمنش را بسیار دوست دارن و بسیار مغفرت کننده هست.
الودود ذات هست که در قلب اولیاء و دوستاش بسیار محبوب است. والذین آمنوا اشد حبا لله. این والذین آمنوا اشد حبا لله یعنی مؤمنا با ذات ودود بسیار محبت دارند به الله سبحانه و تعالی. و الله الودود است به خاطر ازی که پیامبرا و بنده های مؤمنش دوست داره. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه و اما الودود ففیه قولان، میگه در اسم ودود الله دو قول است. احدهما انه بمعنى فاعل، و یعنی به معنای فاعل یعنی هو الذي يحب، ودود یعنی ذاتی که دوست داره انبیاءه و رسوله و اولیاءه و عباده المؤمنین، ذاتی که خودش دوست دارنده هست، پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، اولیاء الله و بنده های مؤمن خود دوست داره. و الثانی انه بمعنى مودود. علامه ابن قیم جوزی میگه یعنی ودود به معنای مودود یعنی محبوب، ذاتی که الذي يستحق ان يحب الحب كله، که او را کلگی با تمام محبت دوست داشته باشند. و ان یکون احب الى العبد، ذاتی است که به بندش اقدر محبوب باشه که من سمعه، از گوشش کده، و بصره و جمیع محبوباتی، از تمام آنچه که دوست داره نسبت به او الله سبحانه و تعالی که ودود است او را دوست داشته باشه. دیگه الودود ذات با عظمت و مهربان است که برای مغفرت کننده و توبه کنندگان مهربان و دوستدار است. کسایی که مغفرت میخواهند از پیشش و توبه میکنن اونا را سر از اونا بسیار مهربان است. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، شما استغفار بکنین و پروردگارتان باز توبه بکنین. ان ربی رحیم ودود. هود علیه السلام میگه که یقینا که رب ما بسیار مهربان و بسیار ودود هست، یعنی کسایی که مغفرت میکنن از او مغفرت میخواهند و توبه میخواهند، ای بوده که اینا الله سرشان رحم میکنه. امام طبری رحمه الله میگه ذو محبت لمن اناب و تاب الیه، بسیار محبت داره به امرای کسی که از او مغفرت بخواه و توبه بکنه. همین قسم الودود به معنای از اینکه کسایی که به خاطر او دوستی میکنه اونا را هم دوست داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مرد برادری از برادرانش را در قریه دیگری بود دیدار میکرد. این میره به خاطر دیدن یکی از برادران با ایمانش. یک ملک دادم رایش الله متعال او را موظف ساخت که برو از پیشش پرسان بکن. ملک برش گفت که کجا میری؟ گفت میرم والا یک برادرم است، برادر مؤمنم است در فلانی قریه، پرسان از او میرم. گفت کدام کاری داری پیشش، یا کدام قرض دارت است، یا کدام ضرورتی داره پیشش میری؟ گفت که نه، فقط به خاطر الله ما او را دوست دارم و من میرم پرسانش. این ملائکه برش گفت که فإنی رسول الله الیک بأن الله قد احبک کما احببته فیه. این ملک بر از شخص گفت که من فرستاده الله هستم، الله برام گفت که پیام بر تو برسانم که همین قسمه که تو او شخص به خاطر رضایت الله به خاطر رضایت من دوست داشتی، پس من هم تو را دوست دارم. پس انال این ذات هست که اگر کسی را به خاطر از او دوست داشته باشه باز او این شخص دوست می داشته باشه.
دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی الولی و المولا هست. الولی هم به معنای دوست است. فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. یعنی فاعلموا بدانین یقینا که الله سبحانه و تعالی ان الله، یعنی یقینا که الله سبحانه و تعالی مولاکم دوست شما هست. نعم المولا و نعم النصیر. الله سبحانه و تعالی بهترین دوست و بهترین نصرت کننده هست. الله سبحانه و تعالی الولی و المولا هست. بغیر از او کسی نصرت کرده نمیتونه. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. بغیر از الله برای شما دوست و نصرت کننده نیست. دوست حقیقی ما و نصرت کننده ما الله هست. الله سبحانه و تعالی با دوستی خود مؤمنان را از تاریکی کفر به طرف نور ایمان میکشاند. این از چی هست؟ از صفت الولی و مولای الله هست. الله متعال میگه که الله ولی الذین آمنوا. یقینا که الله ولی و دوست مؤمنان است. یخرجهم من الظلمات الى النور. اینا را از تاریکی ها میکشه به طرف روشنی ها. تاریکی کفر، بدبختی کفر انسان مؤمن از این میکشه به طرف نور ایمان، روشنی ایمان. الله سبحانه و تعالی رسولش و مؤمنان را دوست مؤمنان بیان کرده. الله تعیین کرده که دوست مؤمنا کی هست؟ مؤمنا هست. دوست ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله ذات مهربان هست که برای ما خودم دوست ما معرفی کرده. خودش ذات با عظمتش. الله ولیکم انما ولیکم الله. یکی از دوستای شما الله هست و رسوله و رسولش است والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن. یعنی دوست ما مؤمنا کی هست؟ الله و رسولش و تمام مؤمنان. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این انسان های مؤمن کی هستند؟ نماز قام میکنن، زکات میتن و اینا با جماعت با هم عبادت و اطاعت میکنن. پس الله سبحانه و تعالی خودش هم دوست ما هست و مؤمنین هم دوست دیگر را بیان معرفی کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دوست معرفی کرده. الله ولی و مولا هست به خاطر ازی که اولیای خدا اعلان میکنه که بر از اونا خوف و ترس و جگرخونی نیست. الا آگاه باشین این اولیاء الله، که دوستا یقینا که دوستای الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بالایشان خوف ترس هم نیست ولا هم یحزنون، جگرخونم نباشن. این دوستای الله کی هستن؟ الله متعال معرفی میکنه دوستای خدا برای ما. تفسیر قرآن با قرآن یعنی آیات قرآن بیان میکنه. الذین آمنوا. الذین آمنوا اول متقین کسایی هستند که ایمان دارن. و کانوا یتقون. امی اولیاء الله دو صفت دارن. اول ایمان است و دوم تقوا. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا و فی الاخره. برشان بشارت از خوشخبری هست در زندگی دنیا و در آخرت. الله سبحانه و تعالی دوستی مؤمنین و دشمنی با دشمنان الله را از لوازم توحیدش بیان کرده. یعنی توحید که هست اقسام داره، حقوق داره و لوازم داره. لوازم توحید چی است؟ که وقتی تو موحد هستی با الله تو لازم است که دوستای الله را دوست داشته باشی و دشمنای الله را بد ببینی. دشمنای الله دشمنت باشه و دوستای الله دوستت باشه. متوجه هستین؟
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أي عرى الإيمان أظنه قال أوثق قال الله ورسوله أعلم. گفت کدام ریسمان ایمان خوب متمحکم است؟ میگه ما گفتم که الله و رسولش بهتر میدانه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الموالات فی الله والمعادات فی الله، دوستید به خاطر الله باشه و دشمنید به خاطر الله باشه. والحب فی الله، که دوست می داشته باشی باید به خاطر الله دوست داشته باشی. والبغض فی الله، و وقتی کسی را بد میبینی هم باید به خاطر الله بد ببینی. اینی هست که الله ولی و دوست ما و شما هست. بناهن با دوستای دوست خود دوست هستیم. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین دوست داریم. چرا؟ اونا دوستای الله هستند. و دشمنای الله که است که یهود و نصارا و مرتدین و ملحدین و مشرکین و کفار هستند، اینا را بد میبینیم. به خاطر چی؟ به خاطر خودشان نه، به خاطر که اونا دشمنی خود با دوست ما که الله هست اعلان کردن. پس ما دشمنی از اونا به خاطر ازی هستیم که اونا دشمن دوست ما هست. هر وقتی که اینا رجوع بکنن به الله، پس ما کدام مشکل هم رای هیچ کس نداریم. دوست الله دوست مؤمن است. چرا؟ ای از چی است؟ از لوازم ایمان است. انسان مؤمن صحیح گفته نمیشه تا وقتی که امی موالات و موادات نداشته باشه. موالات چی هست؟ موالات دوستی با دوستای الله و معادات دشمنی با دشمنای الله. یکی از اسماء الله نام النصیر الله سبحانه و تعالی هست. النصیر به معنای ذاتی که بسیار نصرت کننده و کمک کننده هست. با بنده های مؤمنش کمک میکنه و اونا را نصرت میده. در سوره انفال آیت 40 الله متعال میگه که فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. الله بسیار خوب نصرت کننده هست. نصرت کننده پیامبران و اولیایش است. اینا را اگر کس میخواد که الله نصرتش بکنه، ایمان داشته باشه و دوستی خود با الله اعلان بکنه. الله سبحانه و تعالی نصرت کننده هست. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، بلکه الله دوست شماست و او بهترین نصرت کننده ها هست. و از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که در یک غزوه برای جهاد میرفت، اینجا باز دعا میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که اللهم انت عضدی و انت نصیری و بک اقاتل. یا الله انت عضدی، یعنی تو نیرو دهنده هستی برای من. در جهاد وقتی که میرفت باز میگفت که یا الله برای من قوت دهنده و نیرو دهنده تو هستی. و انت نصیری، یا الله تو نصرت کننده ما هستی. و بک اقاتل، و به خاطر تو و با قدرت تو و با هم کمک تو ما جهاد میکنم. الله سبحانه و تعالی النصیر است به خاطر ازی که کفایت میکنه نصرتش به یک انسان مؤمن. وقتی که انسان الله کمک و نصرت بکنه، به کمک کسی دیگه انسان نیاز نداره. الله متعال میگه والله اعلم باعدائکم، الله بسیار دشمنای شما را خوب میشناسه. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، کافی است که الله دوست شما باشه و کافی است که الله سبحانه و تعالی نصرت کننده شما باشه. الله النصیر است، یعنی نصرت کنندگان دینش نصرت میکنه. کسی که دین الله را در نصرت دین الله باشه، الله متعال او را نصرت میکنه و او را کمک میکنه و او را ناصرش است و او را کامیاب میسازه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما نصرت الله را بکنین، یعنی نصرت دین الله را بکنین، الله بر شما دو پاداش میده، دو چیز میده. شما یک کار بکنین که نصرت دین الله را بکنین،
الله بر شما دو چیز میده، ینصرکم و یثبت اقدامکم. شما را هم نصرت و کمک میکنه که کامیاب شوین و هم شما را به خاطر نصرت دین خود ثابت قدم نگاه میکنه. باز قدم شما نمیلغزه که شما مرتد شوین یا کافر شوین یا مشرک شوین یا بیدین شوین، گمراه شوین. چرا شما وقتی در نصرت دین الله باشین، الله متعال بر شما ای اجر میده. با نصرت الله هست که وقتی نصرت الله بیایه مردم فوج در دین الله داخل میشن. وقتی الله بخواه که نصرت بکنه، مردم باز فوج و گروه به دین الله داخل میشه. الله متعال میگه اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که نصرت الله بیایه و کامیابی بیایه، فتوحات بیایه، و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، باز ببینی که مردم به دین الله فوج داخل میشن. همین قسم بود وقتی که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه را در فتح مکه نصرت کرد، باز مردم به دین الله فوج از این منطقه میدی که مردم گروه به دین الله داخل می شدن. و الله سبحانه و تعالی النصیر هست به خاطر که مؤمنان در وقت جهاد و در وقت مبارزه با دشمنای سرسخت از اون نصرت میخواین. وقتی که الله متعال میگه ولما برز داوود علیه السلام خلیفه الله، رسول الله و خلیفه الله هست. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض، داوود علیه السلام در لشکر طالوت هست. بعد از او باز مقام نبوت و خلافت بر ازی باز میرسه. در اینجا وقتی که اینا در مقابل کی قرار میگیرن؟ در مقابل لشکر جالوت که لشکر طاغوت شیطان است. ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که میگه اینا برای مبارزه برآمدن در مقابل لشکر جالوت یک طاغوت است و در مقابل لشکرش قالوا گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اینا باز در صف جهاد سه دعا کردن، گفتن یا الله اول بر ما صبر نصیب بکن و گفتن یا الله ما را ثابت قدم نگه بدار و یا الله ما را با این کافران، بالای کافران نصرت نصیب بکن. و اینا کامیاب شدن. و قتل داوود و جالوت، باز داوود علیه السلام میخیزه، همین طاغوت خطرناک جالوت است، ایره باز از بین میبره و قتل میکنه. یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی المستعان هست. المستعان یعنی ذاتی که استعانت و کمک میکنه برای کسایی که به او رجوع میکنن. و جو علی قمیصه بدم کذب، وقتی که پسرای یعقوب علیه السلام با پیران یوسف علیه السلام با چی آمدن؟ با خون دروغی دو زده بودن. یعقوب علیه السلام گفت بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، گفت صبر بسیار خوب است. والله المستعان علی ما تصفون، با آنچه که شما دروغ ها میگین الله مرا کمک میکنه. یعنی مستعان یعنی ذاتی که استعانت میکنه. ما و شما در هر رکعت نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله مستعان است، در هر رکعت نماز و در عبادتش از او کمک خواسته میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکرد و میگفت که و اذا استعنت، وقتی که تو استعانت میخوای فاستعن بالله، از کی استعانت بخوای؟ از الله بخوای، چرا او المستعان هست. المستعان او مستعان هست که در توفیق به عبادت کمک میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای معاذ ابن جبل توصیه میکرد و میکرد اوصی که یا معاذ، برش میگه ای معاذ من بر تو توصیه میکنم لا تدعن فی دبر کل صلات تقول، میگه ای دعا را در ختم هر نماز فراموش نکنی. ای دعا را در ختم هر نماز بگو
اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم یا الله اعنی، تو که بر من کمک بکن، علی ذکرک، به ذکرت که من تو را یاد بکنم، و شکرک و به شکرت، و حسن عبادتک و به عبادت خوبت که من خوب عبادت بکنم. تو مرا استعانت بکن. چرا؟ الله المستعان است. از او ذاتی که مستعان هست در تمام امور زندگی استعانت خواسته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد، میگفت ربی اعنی ولا تعن علی. یا الله تو مرا کمک بکن و بالای ما کسی را کمک نکو که بخوایم مرا چی کنه؟ از بین ببره. وانصرنی، و یا الله تو مرا نصرت بکو، ولا تنصر علی، و دیگرها را به ضد ما که هستن نصرت نکن. به این شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد. دیگه از نام های الله سبحانه و تعالی الرفیق است. الرفیق سبحانه و تعالی یعنی ذات با عظمت و مهربانی که بسیار نرمش داره و لطف داره به بنده های خود. با وجود جلال و عظمت و قدرت و کبریا و جبروت خود، برای بنده های خود چی هست؟ بسیار مهربان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله رفیق. الله سبحانه و تعالی بسیار ذات با لطف و بسیار ذات مهربان هست. و الله سبحانه و تعالی ذات مهربان است که مهربانی و نرمش در هر چیز دوست داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کله. الله سبحانه و تعالی رفیق است، رفق و نرمش در هر چیز دوست داره. الله ذات الرفیق است به خاطر ازی که الله در افعال و در شریعتش بسیار نرمش کرده. شیخ سعدی رحمه الله مفسر قرآن است، میگه که الرفیق فی افعاله، بسیار نرمی میکنه در افعالش، و شرعه و در تعیین شریعتش. الله تعالی رفیق فی افعاله، خلق مخلوقات کلها، تمامی مخلوقات خلق کرده بالتدریج شیئا فشیئا بحسب حکمته و رفقه. مخلوقات با تدریج کم 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 خلق کرده با حکمت و با رفق و نرمشش، مع انه قادر على خلقها دفعه واحده. با ای که الله قادر است که کلشان یک مرتبه خلق بکنه و فی لحظه واحده، لکن به اساس نرمش و به اساس رفقتش و به خاطر حکمتش اما تو کم کم آهسته آهسته این مخلوقات خلق کردن. با بندگانش بسیار با لطف، مهربانی و احسان برخورد میکنن. الرفیق است به خاطر ازی رفیق است که با بنده هایش با لطف و مهربانی و احسان برخورد میکنه و کارشان آسان میسازه. دکتر رضوانی میگه که والله عز و جل رفیق بعباده، با بنده هایش بسیار رفیق است، قریب منهم، به یا نزدیک است، با قدرت خود، با عظمت خود، با جلال خود. یحب عباده الصالحین، بنده های نیک خود دوست داره و یقربهم، و اینا را نزدیک میسازه، و یرضى عنهم، از اینا راضی میشه، و یتقبل اعمالهم، و اعمالشان قبول میکنه، و یعاملهم بعطف و رأفت و احسان. میگه الرفیق است، با بنده های خود با بسیار نرمش، با بسیار رأفت و با بسیار احسان معامله میکنه. سبحان الله. دیگه از نام های الله سبحانه و تعالی المحسن است. المحسن یعنی ذات با عظمت و مهربانی که بسیار احسان کننده هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله عز و جل محسن. الله سبحانه و تعالی محسن است، بسیار احسان کننده هست. یحب الاحسان، احسان بسیار دوست داره.
ببینید با احسانش ما و شما را قلب داده، ما و شما را با احسانش عقل داده، با احسانش ما و شما را اعضای بدن داده، با احسانش سر ما احسان کرده. این کلش احسان الله هست. وقتی که چشمت میبینی احسان الله هست، گوشت میبینی احسان الله هست، قلبت میبینی احسان الله هست، گرده داری احسان الله هست، معده داری احسان الله هست، دست و پای داری احسان الله هست. چقدر الله متعال اگر کل امی اعضای بدن تا قیمت بانی، کل عزیز چند میلیون دلار میشه. کلش کی احسان کرده؟ الله متعال احسان کرده. و الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را با بسیار احسان، خلقت مخلوقاتش بسیار با نیکی خوب اینا را خلق کرده. و بعد خلق الانسان من طین، انسان با احسانش از خاک خلق کرده. ببین، و با احسان و نیکی کردن امر میکنه. خودش کو احسان کرده، برای مخلوقاتش هم چی میکنه؟ با احسان امر میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله متعال امر میکنه به چی؟ امر میکنه به عدالت و به احسان. یعنی شما میگه احسان و نیکی بکنین به مادرتان، و احسان بالوالدین، به والدین باید احسان و نیکی شوه، بر اولادتان، به دخترتان، به پسرتان، به فامیلتان، به فقرا، به مساکین، به دیگران. با هر کس باید انسان مسلمان احسان بکنه، حتی به حیوانات. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله عز وجل محسن يحب الاحسان فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته ثم لیرح ذبیحته. میگه الله محسن است، احسان کننده است. یحب الاحسان، احسان دوست داره. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، میگه اگر قصاص میکردین در قصاص کردن هم احسان بکنین. در امو وقت بسیار سر از اون نفر ظلم نکنین، با احسان حد قصاص سرش تطبیق بکنین. و اذا ذبحتم، و اگر شما یک حیوان ذبح میکنین، فاحسنوا الذبح، بسیار امید ذبح را به شکل نیک بکنین. یک ولیحد احدکم شفرته، کسی میگه باید چی کنه؟ اول خوب کار خود تیز بکنه. ثم لیرح ذبیحته، بعد از اون مثلا امی حیوان خود چی کنه؟ به شکل راحت او را ذبیحه خود راحت بگیرن. تو نه که مثلا حیوان چپه کنی بعد از او کار دا تیز کرده بری و او سیل داره، نه، باید امرایش احسان بکنی. چرا؟ الله محسن است و بنده های محسن خود دوست دارم. و حتی میگه وقتی که وعظ میکنی، نصیحت میکنی، بسیار با اخلاق خوب. این کسایی که مثلا در وعظ نصیحتشان بد اخلاقی میکنن، احسان نمیکنن، این مخالفت امر الله را میکنه. الله متعال میگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، به راه الله با حکمت دعوت بکن. حکمت چی است؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. والموعظه الحسنه، با موعظه حسنه وعظ که میکنی، بسیار با کلمات نیک، با احسان، با خوبی. و جادلهم، و مجادله بکن امرای دشمنای اسلام. وقتی که امرایشان جدال میکنی، بالتی هی احسن، با شکل خوب برشان دلایل بگو تا امو کافر حق بفهمه و به حق تسلیم شوند. و الله متعال احسان در هر چیز فرض کرده که ان الله كتب الاحسان على كل شيء. در هر چیز نیکی کردن و احسانه و نیکوکارا را دوست داره. الله متعال در سوره بقره آیه 195 میگه ان الله يحب المحسنین. یقینا که الله سبحانه و تعالی محسنین، انسانهای احسان کننده را دوست داره. محسنین الله متعال بسیار دوست داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.